سلام دوستان، اسلاملو هستم از پیج میتسوبیشی. امروز میخواستیم که قطعات مختلف خودرو میتسوبیشی ASX رو براتون معرفی کنیم. خب از بخش کاپوت شروع میکنیم که اجزای مختلفی شما میبینید اینجا. موتور هست، بعد این قسمت هواکش ماشین، فیلتر هواکش اینجا قرار میگیره که این دوتا کلیپ باز میشه، فیلتر هواکش اینجا قرار میگیره. اینجا دریچه گاز ماشینتون هست، باتری، این جعبه فیوز کالسکه‌ای به این میگن، این ECU موتور هست، این روغن ترمزتون هست که زیرش پمپ ترمز میخوره. این بخش از ماشین سیستم ABS تون هست. بعد این قمقمه اضافی آب رادیات هست که اگه آب کم یا زیاد باشه از اینجا میتونید چکش کنید. اینم که بخش شیشه شور هست. پایینش هم این بخش دینامو میبینید اگه توی فیلم پیدا باشه، اون تسمه دینامو. زیر دینام هم دقیقاً کمپرسور کولرتون میخوره، این بخش دینامتون هست.